دوستای خوب نظری سلام، وقت همگیش بخیر. امیدوارم که جور صحتمند باشید، سرحال باشید و ایدای شما مبارک باشد. ایدای گذشته شما میتونم دوستی روزگیرش تازید دیگه. دوستا این دوست هستن یک دنیا بزرگ سالای بزرگوار رو میمان کده، دعوت کده. البته بده قربانی تهیه کرده دیگه. جای شما دوستا خالی مونده. این دوستا کنیم استاد که استاد بزرگوار از مون البته استاد غمگیه دیگه. خیلی یا خدمت کرده بچه‌هاشون لکن میگیشون آشنایه دیگه. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید دوستا. من یکم مریضم، سعی گفتن نمی‌کنم. دیروز صبحتون طبیعت مسئله نبود، نه می‌خوام اسماعیل گرمیه یا اسماعیل که یه چیزی دافاز خوردم دیگه. کم مریضم دوستا. قدرمو باشید و بالله منزل داریم خانه استادی که شما در شیرش آشنا هستید، استاد نیخان. بیاید رسم لبخند کنم،
خب عزیزای دل نان از ما خورده شد دیگه. استاد گرامی دیست چی درد نکنه گوشت قربانی گوشت گوسفند خطر کرد از ما دیگه. تشکری از دنیا و همچنان بلده شما معرفی نکدم بگم که استاد بزرگوار از ما هسته استاد نعیم خانه که استودیوشی پیشین است را استاد؟ استودیوش در پیشین است را دسته دیگه. بهترین موسیقی را که کار منه استاد نعیم خان علمی قصدی را دیگه تمام امزی استادای هنرمندان پیشی که کار کرده دیگه. کلیگی از شیرازیه دیگه. بینندای ما از شیرازیه دیگه. این امروز که در خانهش دعوت بدیم و که امروز استاد را از نزدیک در شما نشون بدیم دیگه. استاد خودن چی بگو سلام کنم اگر بیشتر باشین امروز سلام علیکم. ما خو فارسی یاد ندارم د پښتو من زامیشه دي ته شرف لاس وایم خدای مې راوړ ډېر خوشحاله شوم د ایرانو د اختر مبارکۍ ډېره مننه کوم بسیار تشکر. شما زنده باشین سال شما دیگه. عید شما همچنان مبارک استاد. خیر مبارک شما. تشکر زنده باشین دیگه. دوستان ما اینجا برنامه ختم مونی دیگه. انشالله که از برنامه ما خوشی باید لذت ببرین دیگه. الله یارو نگهدار شما. جان من